همین مکتوب ها را خیلی کم نویسین. فقط گفته بودم سوال نویسین بس. اینجا در خیلی صحبت ها نویسانده است. خب بعضی نصیحت ها ما را هم کرده است رحمت. خب 2 سال پیش مادرم وفات کرد و بعضی آدم ها به من گفتن که خانه را انداوه نکن، خانه را سفید نکن و تا 1 سال چکدان تانه نکن که اوبال است. برای آن که 1 سال باید اعضا بگیریم. من میگویم با آنها که شریعت سبکی گفته است باور نمیکنند. اگر 1 سال پس پدرم، 2 سال پس بابایم، 3 سال پس مامایم وفات کنند، من کی خانه‌ام را تعمیر میکنم؟ یا که زنی گفت که پسر برای مادر کفنی نخرد که اوبال است. التماس با سوال من جا. اینا همه یک گپای بیهوده هستند. کفنی را میخریم، کفنی ما را تیار میکنیم، خوب است. و اگر پدرمان مادرمان کدامش که از دنیا هم که گذرد، این گذشتن این امر حق است، همه من میگذاریم و این به تعمیر خانه گذشتن هیچ وابستگی ندارد. خانه همون تعمیر میکنیم، تازه میکنیم، سفید میکنیم، هر بهبودی که در خانه لازم باشد جاری کردن میگیریم. این در شریعت گناه نیست که پدرش مرد است این خانه ها را سفید دارد. این جای ملامت نیست، بلکه پاکیزگی خودش هم از اسلام است. ان الله نظیف یحب النظافه، ان الله جمیل یحب الجمال. خدا خودش زیبا از زیباها را دوست می‌دارد. خداوند خودش پاک از پاکیزه ها را دوست می‌دارد. از این خاطر این به معرکه های مصیبت کاری ندارد. السلام علیکم داملای عزیز و مهربان ما. خداوند دنیا و آخرت ما و شما را آباد کند. اما بعد در مسجد محله ما هر کس برای خود جای را اشغال نموده است. اگر مبادا دیر ماند و به جای آنها کسی دیگر گذرد، تو در جای فلانی نشستی گفته بعضی دیگرشون تنقید میکنند. آیا اسلام در مسجد برای خود جای اشغال کردن را به ما اجازت میدهد یا نه؟ دوم، بعد خواندن فرض یا سنت ما جای خود را عوض میکنیم. این کار ما با دیگرها نمیفارد. داملای عزیز با این مسئله ها روشنی میدادید. اله ما و شما را خداوند از بلاهای زمین و آسمان نگه دارد. مسجد جای ندارد. مسجد برای هیچ کس جای معین کردگی نیست. فقط برای امام جای هست، برای دیگر هیچ کس جای نیست. هر جایی که انسان می آید می نشیند برای او جای هست. اگر مبادایی که من این مسئله را یک بار دیگر گفته بودم، یگان جوانی که اگر یک موی سفید احترام میکند و در جای خودش شیناند، این حق همون جوان است. وای در جای من نشست گفته وای ملامت کنی، تو گناهگار میشوی. مسجد جای ندارد. اینجا نفری هست، مخصوص مثال مسجد ما، نفری هست که از ساعت 9 و 10 آمده در همین نزد ما می نشیند و اخلاص دارد و محبت دارد و یک انسان آمده و از زیر کشش برداشته و رو از جای من، این جای من است، این در حقوق ندارد. این آزار می شود. بعد خواندن فرض پریشان شدن خودش سنت است. کسی را میفارد نمیفارد قانون شریعت است. ما با فاریدن یک برادر چیکار داریم؟ وقتی امر پیغمبر باشد، وقتی دستور شریعت باشد، فلانی را فارید نفارید، ما عمل اسلامی ما انجام دادن میگیریم. وقتی فرض خواندین دیگر شما پریشان شین در مسجد. این خودش سنت است. سنت اگر کسی در سنت می ایستد، در سنت صف می ایستد، خودش مکروه است، اجازت نیست.
کتابی بلند نرود، همین گوری میری را بیند. این شرح مختصر است. در همین گوری میری در باب سنت ها همین مسئله آمدگی هست. تمام فکولتیت های زبان و ادبیات روی دنیا را ختم نمایی، اون جمله ای که حضرت عمر ترتیب داده است و خدا به این برابر شدن نمیتواند. زیرا که حبیب خدا معلم این حضرت بود. زیرا عمر رضی الله عنه مدرسه ادبیات و زبان را در زیر این بهترین مخلوق ختم کرد، مدرسه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خواندند. از سخنهای او بوی این می آید که داخل این جمله ها سرشار آداب است، سرشار هدایت است. زیرا که حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم در بین مردم اعلان کرد ان الله جعل الحق علی لسان عمر رضی الله عنه. اعلان کرد حبیب خدا که ای مردم آگاه باشید که خداوند حقیقت را در زبان عمر جاری کرده است. این جمله که الحال من برای شما میخوانم از زبان همان شخصی هست که حبیب خدا او را در بین مردم معرفی کرد و مردم او را شناس کرد. این جمله چه معنی دارد؟ و این جمله را این حضرت از کجا آموخت؟ این از درس های خود حبیب خدا بود. حبیب خدا از کجا آموخت؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. این محمدی که در بین شما میبینید، این محمدی که در بین شما سخنرانی میکند، الله میگوید آن چیزی که میگوید سخن او نیست، بلکه او وحی هست از جانب ما با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. چی گفتند؟ لو ان الشکر و صبر بعیران ما بلیت ایهما رکبت. اگر گفتند خداوند شکر را و خداوند صبر را به جسم مبدل میکرد، یعنی مثل شتر میگردانید، اگر در کدام از این من سوار میشدم به مقصد خودم میرسیدم. من برای شما بیان عادی کردم، بیان ساده کردم که اگر خداوند آن شکر که ما میگوییم خدا را شکر، یا آن صبر که ما و شما داریم، حضرت گفتن اگر خداوند همین را به اشتر مبدل میگردانید و نام یکی این را صبر و نام دیگری او را شکر میگذارید، اگر در بالای کدام از این من سوار میشدم به مقصود خود میرسیدم. اگر ما همچنان سخنرانی حضرت گوش اندازیم، فکر میکنیم که شاید حضرت عمر صبر نداشتند، شاید حضرت عمر شکر نداشتند. زیرا گفتن اگر در کدام از این من سوار می شدم به مقصود خود می رسیدم. البته حضرت عمر به مقصود خود رسیده بود. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 10 یار بهشتی داشت، یکی از آنها عمر رضی الله عنه بود. گفت یا عمر انت فی الجنه، عمر من برای تو بشارت میدهم که در حیات چند سالی که حیات میبینی عاقبت تو جنت میروی. این بشارت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به عمر بود. لیکن حضرت عمر در این سخنرانی خود خاکساری خود بیان میسازد که من شخصی بودم که شکرانه خدا را به جان آوردم، شخصی بودم که در آفتها و مصیبتهای خداوندی صبر نورزیده بودم. این یک عادت خاکسارانه حضرت عمر بود. این تعلیم است والله که برای تمام آن کسانی که امروز آبرو دارند، برای تمام آن کسانی که منصب دارند، برای آن کسانی که امروز
مال دارن، این عبرت است، این درس است که باید تو خاکسار باشی، تو باید عادی باشی، هر چی باشی باید که خودت را عاجز نشان دهی. این درس حضرت عمر برای تمام پیشواها بود. خدا رحمتش کند، بار بالای منبر برآمد. منبری که ما داریم، این منبر به خدا قسم ارزنده نیست ما بالای این سوار شویم، لیکن حضرت یک منبر خاکسارانه داشتند. بالای منبر برآمد، تمام مردم در اطراف او جمع شد. زمانی که وی خلافت در دست داشت، زمانی که پادشاه بود، زمانی که اکثر دنیا در زیر تصرف حضرت عمر بود، زمانی که تمام دنیا از سیاست عمر میلرزید و میترسید. بالای منبر برآمد، گفت چی گفت؟ تو همان عمر هستی که با یک مشت خرما گوسفندهای خالت میچرانیدی. پایان شد از منبر. همه حیران شدند. این چی سخن بود برای یک جمله تمام این قدر انبوه مردم جمع کردند. حضرت رفت در یک گوشه مثل یک آدمی خاکسار عادی نشست. کسی دلاور نمیشد پیش عمر آید. حضرت عبدالرحمن ابن عوف از جای خود خیست، آمد گفت عمر، گفت مردم در تعجب افتادند، میخواهند که این جمله تو را فهمند. این سخن تو چی معنی داشت؟ تو شخصی بودی که در اول حیاتت با یک مشت خرما گوسفندهای خالت میچرانیدی. گفت عبدالرحمن آگاه باش، گفت من یک زمان با نفس خودم تنها ماندم در خانه. نفسم بر من گفت تو امیر المؤمنین هستی، تو پادشاه هستی، تمام ملک در دست توست، همه ملک از تو میترسد، تو بهترین انسان در روی زمین هستی. من بالای منبر برآمدم، این نفسم را معرفی کردم که تو کی هستی، بر نفس خودم ضربه زدم. این کار تعجب است به خدا قسم. امروز اندک علم داریم، دعوای عالمی میکنیم. امروز کمتر یک اجدادی اگر ایشانزاده و شیخزاده داشته باشیم، دعوای اجدادی و دعوای ایشانزادگی و شیخزادگی میکنیم. اینها درس هستند برای آن کسانی که امروز قدر و قیمت دارند. بار حضرت میگوید بالای منبر پایان شدند با محمد ابن مسلمه که شخصی بود که از حقیقت هیچ وقت نمیترسید، اگر چنده که خطر مرگ او هم داشته باشد. با او روبرو شد عمر، با یک شخص عادی، پادشاه با یک شخص عادی روبرو میشود. میگوید محمد، میگوید آیا حکمرانی من چگونه است؟ عادلانه است یا غیر عادلانه؟ محمد بها داد. اون محمد به خاطر شاه بودن عمر بها نداد، والله که وی میگوید بسیار حقیقت گو بود. وی گفت عمر، گفت تو عادل هستی، اطرافتم انسانهای خوب هستند. من در تقسیمات مال نگاه کردم، تو پروای مال دنیا نداری. در تقسیمات مال نگاه کردم، بسیار عدل داری. لیکن عمر گفت، محمد ابن مسلمه گفت آگاه باش، قسم به خدا گفت اگر تو کج روی مثل تیر کمان راستت میکنم. حضرت عمر وقتی این سخن از محمد ابن مسلمه شنید، خرسندی فرا گرفت شاه را که خدا را شکر که در بین من شخص وجود دارد که اگر عمر از قرآن حدیث منحرف شود مثل تیر کمان وی راست میکنند. شاد شد، خرسند شد. امروز یک شخص اگر راست مند، اگر یک سخن قبیح گوید، باور که تا قیامت نمیبخشمش. مثال من به خاطر چی؟ به خاطر که امروز از پس من کم انسان ها نماز میخوانند، یا در پیش کمی از شما من قدر و قیمت دارم، این خاطر برای خودم گویم که عزیز میشمارم و خودم را بلند میشمارم. حضرت خرسند شدند که در بین قوم شخص یافت میشود که عمر کج رود، عمر راست میسازد. این سخن حضرت عمر که من بنده شکرگزار نیستم، من بنده صبر کننده نیستم، لیکن وی شکرگزارم بود، صابرم بود، فقط خاکساری خودش را حضرت بیان کردند. و این خاطر من آغاز صحبت از سخنی خیلی بالا و قیمت حضرت عمر به این خاطر آغاز کردم که دادرای عزیز،
و برادرای مسلمان و خواهر و مادرای عزیز، باید که ما شکر کننده باشیم. اگر شکر نکنیم، الله در قرآن سوره ابراهیم دارد و اذ تعذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذاب لشدید. خدا میگوید که اگر بندگان من شما بسیار ضعیفین، بسیار ناتوان هستین، آنقدر نعمتی که برای شما دادم باز شکرانه کنین، زیاد میگردانم. لیکن اگر در برابر نعمتهای دادگی من شکر نکنید، عذاب من بالای شما بسیار سخت می آید. شکر چیست؟ شاید بعضیا سوال کنن شکر چی باشد؟ شکر حضرت جنید، شیخ جنید رحمت الله علیه میگوید وقتی که من 7 ساله بودم، عمک مرا حج برد. در حج با شیخ‌های خیلی بزرگ نشستم، اطراف شکر بحث و مناظره آغاز شد. همه فکر خود بیان کردن، لیکن وقتی که از من پرسیدن ای بچه 7 ساله تو چی میگویی، شکر چی معنی دارد؟ جنید میگوید جواب گفتم که از جانب شیخ‌ها صدای الله اکبر بلند شد. این چی بود؟ این بود که کسی که در برابر نعمتهای پروردگار دادگی گناه می‌ورزد، اون ناشکر هست، او شکر خدا را به جان آورده است. برادرای عزیز و گرامی، شما انسانین، شکر کنید که خدا شما را انسان کرده است، شما را حیوان آفرید، شما را یگان مخلوق دیگر نکرد. شما هزارها شکر گویید که شما را خداوند عقل داد. عقل، این عقل بسیار نعمت قیمت است، خدا به هر کس هم نمیدهد. میگوید پری طاووس عزیز است به کرگس نرسد. عقل هم چیزی عزیز است به هر کس نرسد. به هر کس هم خدا عقل نمیتید. همین عقلی که خدا به شما داده است، همین در شکر کنین. عقل تان بها دین که این عقل بود که شما خالق تان شناختین. امروز در برابر شما بسیار شخصیت های هستند خدا را نمیشناسند، خدا را انکار میکنند. شما شکر کنین که از اون طایفه شما نیستین. هزارها شکر کنین که خدا را شکر که عقل و خدا و هدایت شما را به مسجد آورد. در برابر شما بسیار از بندگانی که پروای مسجد ندارند و حتی مسجد زمان میبینند که وقتی تابوت شان نزد مسجد میارند. شما شکر گویین که شما از جمله کیا هستین؟ از جمله کسانی هستین که مسجد میآیین. شما شکر گویین که از جمله کسانی هستین که نعمت خدا را یاد میکنین و 5 وقت نماز تا نمیخوانین. در برابر شما بسیار از بندگانی که نمازهاشون نمیخوانند، حتی جان به جبار تسلیم میکنن، بار پیشانیش زمین ندیده است، بار سبحان ربی العظیم نگفته است. شما شکر گویید. و از همه نعمت بلند اسلام از خدا به شما داده است. شما برای نعمت اسلام هم به سوی پروردگارتان شکرگزار باشید. این است نعمت هایی که اندکی او را من برای شما بیان کردم. حضرت میگوید که شما شکر کننده باشین. و دیگر گفت شما بندگان خدا صابر باشین، صبر کننده باشین، زیرا ان الله یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. زیرا خدا در قرآن میفرماید که کسی که در دنیا صبر کننده هست، الله به عدد به او ثواب میدهد، به عدد به او پاداش میدهد. بنده همان به که بلاکش بود، عود همان به که در آتش بود. بهترین بنده، شاعر میگوید، همان بنده ای هست که بلا را میکشد، مصیبت میبیند، عذاب میبیند، درد میبیند، رنج میبیند. والله که کتاب خدا میگوید من رنج و مشقت ما بالای بندگان عزیز میارم تا که صبر کنند، پاداش برای اونها نصیب گردانم. ما و شما به سوی خدا توفیق و هدایت طلب کنیم که الله ما را صبر کننده در همه حالت ها بگرداند. حضرت ایوب رضی الله عنه وقتی شفا یافتند، تصور کنید حضرت ایوب پیغمبر 8 سال، به یک روایت 18 سال پشت تخت سنگ عذاب میکشید، از جاش خیسته نمیتوانست. زن مسلمانی داشت که خدمت او را میکرد، همیشه از اطراف او دور نمیرفت. مثل امروز بعض مردهایی که از زنهای خود در حالت بیماری شکایت میکنند که از حال ما خبر نمیگیرد، پروای ما ندارد.
این زن ایوب برای تمام مادرها درس است. 18 سال از اطراف شوهر دور نمی رفتن، خدمت شوهر در حالت بیماریشان میکردن. وقتی حضرت شفا یافتن از جای خود خیستن و نالان شدند. گفتن امروز یکی از روزهای خیلی پرغمترین و بدترین من به شمار می رود، روز شفا یافتگیشه. گفتن چرا؟ گفت هر سحر بیمار بودم، از آسمان ندا می آمد ای بنده مریض من، حال تو چگونه هست؟ امروز صحت شدم، از آسمان صدا نه آمد که ای بنده بیدرد من، حال تو چگونه هست؟ از صدای آسمانی محروم شدم. میخواهم که همون بلایی که به سر من بود، همون بلا دوباره بالای من آید. دوستای خدا بلا را طلب میکردند، میدانستند که بلا به خودش پاداش داشت، بلا به خودش چی داشت؟ اجر داشت. از این خاطر حضرت عمر ما را در سخنرانی چی گفتند؟ تأکید کردند که ای بندگان خدا همیشه شکرگزار باشین و همیشه چیکار کنین؟ با صبر باشین. بنده در این عالم دلی بیغم نباشد، اگر باشد دلی آدم نباشد. دنیا همه دل درمند است، همه دل درد دارد، هر خاندان مصیبت دارد، هر یک انسان مشقت دارد، لیکن وقتی شما صبر میکنین خداوند همراه شما هست. حتی ما را تأکید می سازد یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. ای کسانی که دعوای ایمان دارید، وقتی که بالای شما درد و عذاب آمد از خداوند کمک طلب کنید. به چی؟ به نماز و به صبر. نماز خوانین، صبر کنین، از خدا کمک طلب کنین، پروردگار همراهی شما می باشد. از این خاطر از خداوند خواهان او هستم که همه ما و شما را بنده با شکر گرداند، همه ما و شما را بنده های با صبر گرداند. و صبر در مفسرای قرآن میگن دو خیل می شود، صبر بر طاعت و صبر بر معصیت. در طاعت صابر باشین، هر زمانی که چه حالتی که رخ دهد شما از طاعت پروردگار بیراه نشوین، همیشه در طاعت پروردگارتان صابر باشین. و صبر در معصیت چیست؟ صبر در گناه این است که وقتی گناه در پیش شما خودش را جلوه داد، شما صبر کنین و بر گناه نزدیک نشوین. صبر دو خیل می شود. خداوند از این دو خیل صبر این جمعیت ما را برخوردار گرداند. خدا همه خاندان این مردم مسلمان با شکر و با صبر گرداند. خدای مهربان برای ما آنقدر توفیق و هدایت، آنقدر غیرت و قوت نصیب گردانه که در برابر این قدر نعمتی که حساب ندارد ما شکرگزار باشیم، ما اجرا کننده طاعت و عبادت تو باشیم، زیرا فردا در پیشگاه تو از جمله شخصانی در خجالت نباشیم. خداوندا محبت ذات خودت را در دل همه ما بندگانت جایگیر بگردان. خدایا حیبت و ترست را در دل ما خدایا جایگیر بگردان. خدایا محبت رسول اکرم، محبت ابوبکر، محبت عمر، محبت عثمان و علی رضی الله عنهم را در دل همه ما بندگانت خدایا جایگیر بگردان. خدایا این ملک ما را باز هم آباد و زیبا بگردان. خدایا همه ناآرامی ها و همه فتنه ها و ناخوشی ها را از این دیار ما، از این ملک ما، از تمام ممالک اسلامی خدایا برداشته بگردانی. خدایا تمام آن بندگانی که برای بهبودی این دیار، این جمعیت سعی و کوشش ها دارند، خدایا همگی را در حفظ امانت نگه داری. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضرت عمر رضی الله عنه چگونه ای که از صحبت قبلی من آگاهی دارید و جمعه گذشته من اطراف اسلام آوردن او برای شما حکایه کردم، زیرا که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دعا کرده بود، دستشان برداشت. دعای پیغمبرها برادرای عزیز مثل تیری در نشان می رسید. دعا میکرد اللهم اعیز الاسلام باحب هذین الرجلین ابی جهل ابن هشام
او عمر ابن الخطاب. حبیب خدا دعا کرد خدایا این دین اسلام را عزت ببخش، قوت بده، با دو مرد، با این یکی از این دو مرد که به سوی تو محبوب هستند، به سوی تو شرف و قدر دارند، ابو جهل ابن هشام یا عمر ابن الخطاب. حبیب خدا در حق این دو مرد دعا کرد خدایا با یکی از این که در پیش تو کدام این محبوب است، کدام این قدر دارد من نمیدانم، خدای با واسطه او اسلام را عزت ببخش. در نزد الله با عزت کی بوده است؟ عمر ابن الخطاب بوده است. خداوند دعای پیغمبر را قبول کرد و عمر رضی الله عنه را هدایت کرد. پیشگاه پیغمبری خدا آمد، ایمان عرضه کرد و مسلمان شد. وقتی مسلمان شد، شما سخنرانی شخص نو مسلمان گوش اندازین. مسلمان شد، گفت ای حبیب خدا این کارد میبینی که در دست من جلا میدهد، من اینا مدت قبلا شاید 1 ساعت پیش یا شاید یک چند دقیقه پیش به خاطر از غلافش کشیده بودم که با این سر مبارک تو را جدا میکنم، لیکن امروز الله مرا هدایت کرد، الله به من راه راست نمود، الله امروز محبت تو را در دل من جای کرد. از این خاطر این کار در غلاف خود جای نمیگیرد و این کار مبارزه میبرد با سر و شکمی که دشمن تو باشد، دشمن قرآن تو باشد. این کار به اونها مبارزه میبرد. ای حبیب خدا این چهره زیبایی که در تو میبینم، از این چهره زیبا هیچ وقت دروغ بر نمی آید. تو حقیقتا پیغمبری خدا هستی. از تو خواهش میکنم آشکارا از جایت خیز، با تمام این مردمی که در خانه این برادر ارقم جمع شدند که صف اونها همگی چند بود؟ 52 نفر همراه حضرت عمر بودند. میریم خانه کعبه، برای تمام این مشرکان اعلان میکنیم که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. خدا یک و یگانه است، محمد بنده او و فرستاده اوست. این بت‌هایی که شما پرستش میکنین اینها گمراه کننده شما هستند، اینها خدا نیستند. حضرت عمر وقتی که این پیشنهاد کرد، حبیب خدا پیشنهاد عمر را رد نکرد. از همان روز اسلام عزت یافت، از همان روز اسلام آشکارا شد. برابر حضرت عمر حضرت حمزه هم امک پیغمبری خدا هم راهنمایی میکردند. مقصد حضرت عمر اولین شخصی بود که الله که اسلام آشکار کرد، مسلمان ها را به تمام مشرکان معرفی کرد که اینها مسلمان هستند، دین اینها دین حق است. اولین شخصی بود که امیر المؤمنین بود، اولین شخصی بود که حساب قمری و هجری را جاری کردند، اولین شخصی بودند که قرآن برای جمع کردن شروع کردند، اولین شخصی بودند که قاری های قرآن مکافات میدادند برای خوش آوازیشان، برای چند پاره زیاد از یاد کردنشان. اولین شخصی بودند که مجلس های سرورا را، قاضی ها و میره های شهر جدا کرد از مردم، اونها را آزاد در پناهگاه برده مجلس میداد. اولین شخصی بود که نماینده های دین در جهاد پیش میماند، مردم از قفای اونها میماند. اولین شخصی بودند که عائله های کم بضاعت یاردم پولی میدادند. اولین شخصی بودند که گهواره پولی را جدا کردند. ببینید اولین شخصی بودند که بچه های مسلمان دعوت بر عسکری کردند، گفتن رفته 2 سال یا 3 سال برای وطن تان خدمت میکنین. همه اینها سنت های حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بودند. برادرای عزیز و برادرای خیلی گرامی، حضرت عمر در برابر این بسیار خدا ترس بودند. اونقدر از خدا می ترسیدند که تمام جوارح او، تمام وجود و اعضای او از پروردگار در لرزه بودند.
امروز بنده های خدا اینقدر بی‌پروا هستند. مثل که من یک خدا ترسی ایشان برای شما بیان کنم. حضرت میگوید بار نماز عصر بود، این روایت بچه او عبدالله ابن عمر میکند، میگوید ما نماز عصر خواندیم لیکن حضرت عمر در نماز عصر اشتراک نورزیدند. وقتی که سبب او را پرسان کردیم و وقتی که نزد حضرت عمر رفتیم، حضرت عمر در گریه دیدیم و در یک غم و اندوه دیدیم. گفتیم چرا در نماز جماعت اشتراک نکردی؟ گفت همون باغ خرمایی که داشتم وارد باغ خرما شدم، به درختهای زیبای خود نظر کردم، به میوه های او نگاه کردم، نوده های او را کم و راست می کردم. یک زمان نگاه میکنم که وقتی نماز عصر جماعت گذشته است. این باغ سبب شد و ما نماز جماعت عصر ترک کردم. به این خاطر ای مردم مسلمان آگاه باشید که این باغ را من به تمام مردم فقیر بخشیدم. از این روز اعتبارا این باغی که من از او زندگی من پیش می رفت برای شما بخشیدم. به خاطر چی؟ به خاطر نماز جماعتی که از حضرت عمر ترک شدند. امروز بنده های خدا داد میزنند، گردن بلند میکنند، الحمدلله ما مسلمان هستیم، لکن نماز وقتی نماز گویم تراویح انجام میابد اونها را دیگر در نماز جماعت ما دریافت نمیکنیم. حالا که نماز جماعت این تأکیدتر و لازمتر از نماز تراویح است. اگر تو نماز تراویح را در خانه هم که میخواندی گناهگار نمیشدی، لیکن نماز جماعت تو در خانه خوانی تو با تحقیق گناهگار هستی. امروز بنده های خدا را از نماز جماعت محروم میبینیم. حضرت عمر به خاطر نماز جماعت شاید باغ او در همون زمان خودش 50-100 هزار دلار ارزش داشت. او زندگی او از حساب باغ بود، زندگیش بخشید برای یک خاطر نماز عصر. خدا رحمت کند پیرو حضرت عمر حاتم اصم بود، خدا رحمتشان کند. میگوید فاتتنی صلاة الجماعه. ببین نماز عصر بود یا شام بود از حضرت حاتم اصم ترک شد. خب میگوید که فعزان ابو اسحاق البخاری، حاتم اصم میگوید رفیق داشتم در ما از خدا هستیم به سوی خدا بازگشت داریم. حضرت ابو اسحاق برای فوت نماز جماعت حاتم اصم همین آیت قرآن در روی حاتم اصم گفتند. حضرت حاتم اصم میگوید من این تعزیه ابو اسحاق بخاری را قبول کردم زیرا حق این جمله بود، زیرا من در این مصیبت گرفتار بودم. لیکن حضرت زمان خودش بیان کردند. چی گفتند؟ لو مات لی ولدون لعزان اکثر 10,000. ببین لمات لی ولدون. حضرت حاتم گفتند دیگر مردم خواب بود، گفت دیگر مردم نمیپرسد که تو در کجا بودی. مثل امروزه آلی جماعت کو یک طرف نماز نمیخوانیم، پروای نماز نداریم، یک تمان نمیپرسیم که برادر عزیز نماز بخوان. تو بنده خدا اینقدر نعمت خدا داده نماز نخوان و قتلت نمیکند و هلاکت نمیسازد، لیکن تو همچی یک مسئولیت بندگی و رفیقی و مؤمنی تا اجرا میسازی. گوری هر کس جدا هست، لیکن تلقین یک برادر مسلمان وظیفه هر کدام ما و شما ضرور است. برای چی اینقدر من بهر شما داد میزنم؟ چرا اینقدر حلقم قاق میشود؟ چرا اینقدر گویم در پیش بعضی از شخصیت ها مثال ما گویم سیاه شدگیم؟ به خاطر چی است؟ به خاطر والله که مسئولیت است و الا منم میتونم که با کدام از شما به نمازی میکنید، مسجد نمی آیید، در راه حرام هستید، سکوت برای خود اختیار کنم، لیکن وجدانم نمیور دارد، لیکن ایمانم نمیور دارد. والله که من به خاطر خدا برای شما میگویم، دیگر هیچ غرضی ندارم. و شما هم وظیفه‌دار هستین، خواهرها وظیفه‌دارند، مادرها وظیفه‌دارند که دخترها و همسایه‌ها و دوگانه های خودشان دعوت به نماز کنند، دعوت به سوی خدا کنند. حضرت حاتم گفت دیگرها خواب بودند، هیچ کدامش مرا نمیپرسد که تو چرا دیروز در نماز عصر نبودی. لیکن چی گفت؟ جمله را گوش اندازید. اگر مرا گفت فرزندم از دنیا میگذشت به خاطر که امروز قدر و قیمت دارم، به این خاطر هزارها آدم میآمد و تعزیه بیان میکرد که حاتم بچه شما از دنیا گذشته است و تعزیه مرا قبول کنید. ببین
حضرت گفتن لأن مصیبت الدین اهون عند الناس من مصیبت دنیا. برای چی که در فرزندم تعزیه بیان میکنن، غم میخورن، لیکن در نماز نخواندن در جماعتم غم نمیخورن. زیرا که گفت امروز مصیبت دین در نزد مردم از مصیبت دنیا پستر شده است. امروز گویم مصیبت دنیا از مصیبت دین دیده بالاتر است. خدا رحمت کنه شراف الدین صاحب 4 کتاب چی میگوید؟ غم دین خور که غم دین است، غم دین خور غم دین است، همه غم ها فروتر از دین است. غم دین تخور، این غم دنیا، غم بچه، غم آچه، غم آتا، غم پول، غم ماشین، غم دنیا، همه این در سطح دویم و سیوم میسد. اول غم دین تخور بگوید. حضرت شراف الدین ما را نصیحت دارد. ببین غم دین خور که غم دین است، همه غم ها فروتر از دین است. غم دنیا مخور که بیهوده است، هیچ کس در جهان نیاسوده است. این غم دنیا را نخور، پروای غم دنیا نکن که هیچ کس آسوده این دنیا را ندیده است. خدا رحمت کند داماد حضرت عثمان، داماد حضرت رسول اکرم، 2 نور چشم رسول اکرم در دستش بود. این حضرت عثمان بود. چی میگفت؟ میگفت که هم الدنیا ظلمتون و هم الاخره نور فی القلب. میگفت که غم دنیا تاریکی در دل است، لیکن غم آخرت این روشنی در دل است. این سخن حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه هست. امروز ما را غم دنیا فرا گرفته است، پروای غم دین ما نداریم. چیزی که از کدام ما و شما سر زند باور که گویا که ما ندیدیم، گویا چشم ما نابیناست، گویا زبان ها ما گویا گنگ است، باور که بیان نمی سازیم. شاید حبیب خدا را خدا رحمت و مغفرت کند. حضرت کو مغفرت است، لیکن میگو که یأتی علی الناس زمانون، زود است که بالای امتان من یک زمان میاد که لا یبال الرجل ما تلف دینه اذا سلمت دنیاه. چه جمله وحشت است، چه جمله مشکل است. ایرا به خدا قسم اگر انسان اگر از تحت دل گوش اندازد و به قهر این رود، به خدا در دنیا طاقت زندگی کردن ندارد. دیگر زمان بالای امت من میاد که به خاطر دنیاشون سلامت ماندن، به خاطر دنیاشون در راحت کردن، اگر دین از دستشان رود پروای ندارند. همین خیلی زمان گفت بالای امت می آید. آیا همین زمان آمده است؟ البته آمدگی است. امروز بعضی خواهرای ما و شما تن فروشی میکنند. برای چی هست همین؟ دنیام سلامت ماند، صاحب 4 تنگه حرام شوم، لکن چی؟ آخرتش می سوزد. آخرت سوخت، دنیاش سلامت ماند. امروز بعضی از مردم ما و شما دین خودش به دین نصرانی چیکار میکند؟ عوض میکند به خاطر مال. آیا این سخن پیغمبر حقیقت ندارد؟ به خاطر سلامت ماندن دنیا چیکار کردن؟ دینشان فروختن. امروز بعضی دیوسای ما و شما، بعضی گویم که به فراست های مادرای ما و شما دخترها را برده چیکار میکنن؟ گفته همون بچه ها ممرازا و پپرازا شدن. امروز دخترها را برده سودا میکنن. به خاطر چی؟ به خاطر اونا پول میدهن و این دختر به عفت میکنن. این دختر گویم که از دیگر دولت ها بعد مجبور میشوند دولتدارای ما جمع کرده بعد باز به خانه هاشان میارن. به خاطر چی؟ امروز مردم ما دیوسای ما و شما مردم ها را در دبی میفروشند. امروز مردم ما دخترها را در روسا و در ایرانی و در خیتایی و حتی به شما آینه نیلگون هم نگاه کردیم میفروشند. به خاطر چی؟ به خاطر دین فروختن. دنیاشون سلامت میماند و این سوم میگیرد. دنیا سلامت است لیکن آخرتش سوختگی است. هر کی آخربین بود او مؤمن است، هر که آخربین بود او بدین است. جلال الدین رومی میگه کسی برای آخرجش، کسی برای شکمش اگر دینش میفروشد راه نادرست میرود او بدین است. لیکن کسی که آخرت نگاه میکند وی دیندار است. آیا سخن پیغمبر خدا حقیقت ندارد؟ البته حقیقت دارد. این حقیقت است برادر عزیز و گرامی. امروز گویم بعضی از خواهرای ما و شما زنا را آشکارا کردن، لباساشون را عوض کردن. به خاطر چی هست؟ به خاطر دنیا دا سلامت میمانند،
آخرت چون از دست داده ایستاده‌اند. دادرای عزیز و گرامی، دنیا نه آنقدر چیزی هست که ما به او تکیه سازیم. من به این سخنها فکر نکنین که مهر دنیا و محبت دنیا را در دل شما کشتنی هستم. نه، شما دنیاتون را آباد کنین، شما زندگی کنین، صاحب خانه شوین، صاحب کارخانه شوین، تاجیکستان باز از این دم دیده زیبا کنین، لکن به خاطر دنیا دین تان نفروشین، به خاطر دنیاتان شده آخرت از دست ندهین. تو را دنیا همه گوید شب و روز. خدا رحمت کنه حضرت سعدی را گوش اندازین. تو را دنیا همه گوید شب و روز که حان از صحبتم پرهیز پرهیز. دنیا شما را فریاد میزند، گوش ها ما نمیشنود. میگوید ای بنده خدا دنبال مرا سرده، این خیل تو بر این جوانم میلیون هاش زیر خاک کردم، دنبال من نگرد، برای من شده از دین و از دیانت و پشت نگردان، که هان از صحبتم بگریز بگریز. ما را میگوید بگریز از صحبت من، بگریز، مده خود را فریب از رنگ و بویم. بسیار رنگ خوب دارم، بسیار بوی خوب دارم، بسیار شیرین هستم، به خاطر بو و رنگ و زیباگیم شما شیفته من نشوید، شما عاشق من نشوید. مده خود را فریب از رنگ و بویم، که هست این خنده من گریه آمیز. اینجا دا میخندانمت، اینجا دا قهقه میزنی، اینجا دا راحت میکنی، لکن فردا گریانت میکنم. فردا داد میگوی، دیگر پسی او خنده ندارد، دیگر گریت ابدی میماند. دوستای خدا ما را نصیحت میکنن که به خاطر دنیا شده شما دین تان نفروشین. عمر خیام رضی الله عنه خدا رحمت و مغفرتش کند، در سخنرانیش میگفت که پند دهمت اگر به من داری گوش. عمر خیام خدا رحمتشان کند، ولی بعض می فروش ها و می نوش ها عمر خیام سردفتر خودشان قرار دادند. نمیدانند که تو گناهگار میشه. تو عمر خیام با زبانی این گویم که می آلود خود میرانی، قسم به خدا گناهگار در پیش خدا هستی. او اولیای خدا بود، او دوست خدا بود، او می که وی گفته بود او عشق بود، وی لذت الهی بود. این می نبود که ما را به عقل سازد، این می نبود که ما را از معرکه بیرون کند. شب گذشته اگر دامله ها را در تلویزیون گوش کرده باشید، درباره گیرین و درباره عرق نوشی گپ زدن که مقصد آدم به عقل میکند، آدم به عزت میکند، آدم به پول میکند، آدم به فراست میکند، قدر و قیمتش از پیش زن و کودکش میبردارد. انا همون عمر خیام می گفتگیش عشق الهی بود. میگفت پند دهمت اگر به من داری گوش، گوشو میکنی، اگر فرزند من باشی، اگر تو حقانی بنده خدا باشی، و سوی من توجه کن. میگوید گوش کن، میگوید چی میگویم به تو؟ پند دهمت اگر به من داری گوش، از بحر خدا جامعه تصویر مپوش. از بحر خدا، ما شما بعضی وقت سخنرانی داریم، از برای خدا همین کار نکن. و همین خیال گفت از بحر خدا جامعه تصویر مپوش. جامعه تصویر چی است؟ جامعه فریب، جامعه نیرنگ، جامعه گویم که حله، جامعه بدبختی، جامعه فسق فساد، جامعه تصویر است. از بحر خدا جامعه تصویر مپوش. ببین دنیا همه ساعت و عمر تو دمه، از بحر دم عمر عبد را مفروش. حضرت میگوید دنیا همش یک ساعت است، لکن عمر تو یک دقیقه هست. برای همین یک دقیقه ساعت میفروشی؟ تو برای همین یک دقیقه عرق نوشی را بس نمیکنی؟ برای همین یک دقیقه حیاتت از عبادت خدا سرکشی میکنی؟ و فردا پیش خدا میره و فردا با پروردگار روبرو میشه، چی جواب میگویی؟ برای یک لحظه شده خواهر عزیز چادر حیات اثر رو میپرتد. برای یک ساعت شده امروز تو بروک و کرته بچگانه میفروشی، از خدا نمیترسی، پیشگاه خدا ده نمیره. حضرت میگوید برای یک دم ساعت نفروشین، ساعت نفروشین، دنیای ابدی را نفروشین. ببین دنیای بقا را نفروشین. دنیاتان دادرای عزیز خوانین، تعلیم گیرین، رفتد دانشکده های عالی در خوانین، همه شرایط برای خودتان مهیا کنین، لکن خدا و آخرتتان فراموش نکنین. از خدا و آخرتتان دور نباشین دادرای عزیز که بسیار به خدا قسم شما بای میدهین، مغلوب میشوین.
میگوید شاعر که هر کی در دنیا نرفتی بر صراط مستقیم، در قیامت از برای جای تشویش است و بیم. دنیا در اگر راه مستقیم در نرفتی، قیامت برای تو بسیار جای تشویش است، گور برای تو بسیار جای تشویش است. دوستای خدا، من میتوانم که صدها رباعیه ها و صدها این گونه شعرها را برای شما در این وصف خوانم، لیکن فکر میکنم که انشاءالله برای آدمی عاقل و با فهم، البته همون یک نکته بس است اگر شعور است، ورنه چو چراغ پیش کور است. برای آدمی با فهم همون یک نکتهش بس است، برای آدمی با فهم همون یک اشارهش بس است. حضرت عمر قصه ما در نماز جماعت بود. حضرت چیکار کردن؟ به خاطر نماز جماعت حضرت باغشانه در راه خدا تسلیم کردند. باغ دادند که سرمایه زندگیش بود، از او گذشتند. لیکن چیکار کردن؟ دنیاشون آخرتشون سلامت گذاشتند. حضرت عمر دیگر خدا ترسی او چی بود؟ باره میگه رسول اکرم خبر آمد که ای حبیب خدا، به خانه ماریه قبطیه برو که ابراهیم فرزند در حالت جان دادن است. آخران فرزند رسول اکرم ابراهیم بود، از ماریه قبطیه بود. رسول اکرم به شنیدن این سخن خیلی ناراحت شد. عمر ابراهیم از 6 ماه بالا نبود، کودک بود. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید دوان به خانه ماریه قبطیه آمدند. دخل نبی صلی الله علیه و سلم علی ابن ابراهیم و هو یجود بنفسه. جان میداد. پرنده اجل در بالای سر حضرت ابراهیم فرزند رسول اکرم پرواز میکرد. این زمان یا زمان دیگر جان ابراهیم میگرفت. عبدالرحمن ابن عوف میگوید فجعلت عینا رسول الله صلی الله علیه و سلم تذرفان. وقتی که ابراهیم بچه شدید، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حالت جان کندن مثل باران میگوید از چشمهای حضرت آب دیده ریختن گرفت. آنقدر غم فرا گرفت او را. لیکن چی میگفت؟ میگو ابراهیم میگفت میدانم که پیک اجل به سراغ تو آمده است. روزی که اجل در آید از پیش و پست، شک نیست که مهلت ندهد یک نفست. یاری نرسد در آن دم از هیچ کست، برباد شود جمله و هوای و هوست. همون مرگ به سراغ تو آمده است. لیکن من پیغمبر هستم، به خدا قسم از دستم چیزی نمی آید که برای تو یک عمر دوباره را زم بگردانم، جم بگردانم. از دست من چیزی نمی آید. لیکن حبیب خدا فقط آب چشمش میریخت. عبدالرحمن چی گفت؟ و انت یا رسول الله. عبدالرحمن فریاد زد ابن عوف حبیب خدا، شما را از گریه کردن من میکردی، میبینم اینقدر گریه داری. رسول اکرم به سوی عبدالرحمن گشت گفت انها رحمتون ثم اتبع الاخرى. حضرت میگوید گفت که عبدالرحمن گفت خدا رحمتت کند، اینهایی که از چشم من میریزد اینها گفت رحمت هستند. باز گریه را حضرت دوام دادند، باز گریهشان را دوام دادند. لیکن چی گفتن؟ گفتن این العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا و ان لفراقك یا ابراهیم لمحزونون. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن بله، گفتن چشم آب میریزد، دل غم میخورد، لیکن آن چیزی که به زبانم میرانم آن چیزی هست که از این سخنهای من پروردگارم راضی هست. و این گریه که من دارم این به خاطر جدایی از فرزند آخران خود ابراهیم می باشد. این گریه من گفت به خاطر این است. گفت من در زبان خود نه آن چیزی را میرانم که پروردگارم غضبم کند. مثل که امروز معرکه های ما را مادرها خواهرها به گریه و به نغمه و به غزلخوانی و با این قناعت نکردن، با نوحگری آرا و تارا میدهند. اینا با خدا جنگ میکنن، اینا ناراضگی در حکم خدا بیان میکنن. من برای تمام مادرها و خواهرها، برای تمام آن کسانی که این عملهای نادرست اجرا میکنن، برای شما
خبردار میسازم. حبیب خدا میگوید ان المیت یعذب فی قبره بما نیح علیه. کسی که در قبر گذاشته می شود بالای او اگر سخنهای داد و واویلا گفته شده باشد، یقینا به خاطر این سخنها خدا او را عذابش میکند. شما میخواهید که در عذاب خدا روبرو شوید و گریه و یا برای شما گریه کنند، لکن جمله های نادرست به زبان نگویند. تو رفتی ما را به کی ماندی؟ تو رفتی ما چیکار میکنیم؟ توی پاها تا دراز کردی، تو زیب خانه ما بودی، آخر دیگر ما چیکار؟ ما با کی تکیه کنیم؟ این جمله ها کفرن برادرای عزیز و گرامی. این پیغمبرها گذشتن فرزندای وا چیکار کردن؟ این قدر دوستای خدا گذشتن، اونا چهل حیات به سر بردن. خالق الله هست، رازق الله هست، همش الله هست. حبیب خدا میگوید عذابتان میدهد خدا در قبر اگر نصیحت وصیت نکنید که بچم بالای من این خیل داد و واویلا نکنید. حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث های مبارک میگفت که لیس منا من ضرب الخدود و شق الجیوب و دعا بدعوى الجاهلیه. ببین از ما نیست گفت پیغمبر خدا. کیها؟ آن کسانی که چهره هاشون میکنند، کرته هاشون میدرانند و داد میگویند مثل دوره های جاهلیت. اینا از امت من نیستند، اینا از شفاعت من محروم هستند. مادرای عزیز، من برای شما یک وعید سخت. خواهرای عزیز بسیارتر اینها این عملهای نادرست سر میزند. حبیب خدا میگوید روز قیامت زنی که در دنیا النائحة اذا لم تتوب، ببین اگر زنی نوحگری که در دنیا توبه نکرده از دنیا گذرد، تقام یوم القیامت علیها سربال من قطران. حبیب خدا میگوید روز قیامت خداوند این گونه زنه یک لباسی سیاه میپوشاند که تیز علاوه میقبد، مثل امروز سینتتیکایی که اگر اطراف نزدیک علاوه میروید در میگیرد، انا همون خیل لباست میپوشاند. و درع من جرب، و یک لباس سربی میپوشاند و با همین لباس این گونه زنها را خدا روز قیامت عذاب میدهد. از این خاطر ما باید مرد باشد زن باشد با این عمل اگر چنگ میزند پیشگاه خدا در فردا البته عاصی و گناهگار هستند. ما راضی هستیم در حکم خداوند، خواه پدرمان، خواه مادرمان، خواه برادرمان، خواه یار و رفیقمان، هر کسی را که میگیرد حکم خودش است، دنیای خودش است، ملک خودش است، اختیار خودش است. چی جای ناراضگی از جانب من می شود؟ وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم جان دادن فرزندش که نظارت کرد بسیار غمگین شد. بعد که جان به حق تسلیم کرد ابراهیم و زیر آزار مشرکای عرب قرار گرفت که پیغمبر ابتر شد، خرسند شدند ابراهیم از دنیا گذشته است. و چی خاطر؟ ابتر چیست؟ دنبریده. پیغمبر خدا دنبریده شد. دنبریده معنای را دارد که از پس پیغمبر دیگر نسل نمان، همش مردند. پیغمبر خدا تنها ماندگی هست. مشرکا همین قدر گویم که حالت یافتن پیغمبر خدا را زیر آزار قرار دادند. خداوند که حبیبش دوست می داشت، خداوند که غم حبیبش هیچ وقت نمیخواست، در حال آیت را سوره مبارکه را روان کرد. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ای حبیب من غمگین نشو، بگذار فرزندم از دنیا گذشت، اولاد همش گذشتن باشد، غمگین نباش. با این اذیت مشرکات طاقت کن، صبر کن. انا اعطیناک الکوثر، من که پروردگار تو هستم، در عوض این ابراهیم برای تو حوض کوثر دادم. حوض کوثر دارم در جنت، برای تو نصیب گردانیدم، برای امتای تو بخشیدم. این قدر آب لذیذ دارد، این قدر آب شیرین دارد، از او امتان تو استفاده میبرد. این شانئک هو الابتر. یقین دان که اونهاست دنبریده، مشرکات دنبریده هستند که زمان از دنیا میگذرند، نام اونها کره می شود، نام اونها دیگر یاد نمی شود. لکن پیغمبری خدا تا وقت دنیا هست نام تو بلند برداشته می شود، عزتی تو روز بلند می شود. تو هیچ وقت دنبریده نیستی. ابراهیم برداشت، حبیب خدا آورد در قبر گذاشت.
دهن لحد محکم ناکرده چی گفت؟ ابراهیم گفت برای تو میرسانم این که منکر و نکیر پیش تو می آیند و از تو میپرسند خدای تو کیست؟ بگو پروردگار من الله هست. وقتی پرسن پیغمبرت کیست؟ بگو پیغمبرم بنده خدا و پدر من است. وقتی اگر پرسن که دینی تو چیست؟ بگو که دین من اسلام است. حضرت این سخن به ابراهیم فرزندش گفت و در لحد محکم کردند. یک زمان خاک می پرتافت و حضرت غمگین بود، نگاه میکند در پشت حضرت عمر مثل کودک گریه دارد، با شدت گریه دارد. گفت عمر، گفت چرا گریه میکنی؟ سبب گریه در چیست؟ گفت ای حبیب خدا، گفت این طفلی که هنوز به سین بلاغت نرسیده است، این طفلی که با این دستهای مبارک در قبر گذاشته شد، این طفلی که با او تلقین کننده این جمله ها ذات شما بود، وقتی وی مورد حساب منکر و نکیر قرار گیرد حال عمر چگونه باشد؟ این خدا تعزیه حضرت عمر بود. عمری که یک قسم حیاتش در جهالت گذرانیدگی است، یک عمری که کم جنایت و کم خطایی در راه خدا کرده است. اگر منکر و نکیر این عمر را راز کنن و پرسند، عمر در پیشگاه خدا چی جواب میگوید؟ این زمان گفتگوی عمر و حبیب خدا بود که الله برای خوشنودی مؤمنها آیت را از سوره مبارکه ابراهیم فرستاد: یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخره. حبیب خدا تمام مؤمنها را بشارت ده، کدام اونها به خدا ایمان دارند، اسلام دارند، حکم خدا را اجرا میکنند، اونها را من در قبر و روز قیامت از عذاب خودم نجات میبخشم. اونها هیچ وقت در عذاب و در سوال منکر و نکیر هیچ وقت گویم که عاجز نمیمانند. اونها البته سربلندانه از این سوال منکر و نکیر، از این عذاب قبر نجات میابند. این صحنه هایی بودن که از ترس حضرت عمر رضی الله عنه بود. حضرت یک خصلت خوبش همین بود، شبها میگشت، کوچه ها میگشت، میترسید که فردا پیش خدا روم، اگر خدا پرسد در حق خلقت رعیتت آیا عدل انصاف کردی، من چی جواب میگویم؟ باره میگوید آمد نزد دن تیریزه ای که یک زن بالای یک جایگاه دو نفره پرتافته است، لکن خودش تنها خواب است و بالای بسترش چی میگوید؟ میگوید کاش که شوهرم در پهلوم میشد و با او در این جایگاه خوابم بازی میکردم، کاش که شوهرم در پهلوم میشد و از بوی او و از خود او مرد من استفاده میبردم. چیکار کنم که امروز جایگاه من خالی هست؟ چیکار کنم که امروز شوهر من در جهاد است، درک و پیوی نیست؟ به خدا قسم، این زن گفته ایستاده است، به خدا قسم از خدا می ترسم و الا در این بستر خود آتش می زدم. مقصد از خدا می ترسم و الا مردهای بی انصاف پر است، می آوردم امشب با او شب گذرانی می کردم. لیکن به خاطر خدا، به خاطر حکم خدا این جایگاه خواب تا آمدن شوهر خودم حلال و پاکیزه نگه می دارم. امروز زنای بعضی از مردم ما و شما شوهرهاشون رسیه رفتن، شکایت ها در خدچه ها میان که با همسایه ها ساز گرفتن و بعضی جوانهای بی توفیق و گویم بعضی جوانهای بی انصافی که بیچاره شوهر او در مدت کار است با این زنی بی انصاف و خیانتکار ساز گرفتن تا آمدن شوهر با او یک جای استراحت میکنن. این زن میگوید از خدا میترسم والله که در این جاگه آتش میزدم. حضرت عمر این سخنها را شنید، ناراحت شدند، سرور بودند، شاه بودند. آمد نزد دخترش حفصه زن پیغمبر خدا. چی گفت؟ گفت حفصه گو یک سوال دارم از تو، همین زن به شوهر چند ماه طاقت کرده میتواند؟ حفصه شرم کردن، اونا ایزا میکشیدن، شرم میکردن، مثل امروز زنهای حاضره به حیا نبودن. شرم کرد، جواب نگفت. دویم بار پرسید، بسیار مهم است، جواب گوی. گفت یک ماه، گفت 2 ماه، گفت 3 ماه، 4 ماه، گفت حد آخرش گفت. حد آخر از 4 ماه زیاد دید، گفت زن طاقت ندارد که به شوهر
در جایگاه خواب کنند. حضرت عمر در حال حکم برآورد در کدام جبهه‌ای که مجاهدین می جنگد مدت جنگ فقط 4 ماه، 4 ماه بعد آمده از زنهاتون خبر گیرید. حکم حضرت عمر صادر کرد. به خاطر چی؟ به خاطر ترس خدا داشت که تا که از حکم او این زنها با بیراهگرد نشوند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. ان شاء الله من از این قصه های خیلی پر معنی و پر حکمت و پر عبرت حضرت عمر جمعه های آینده اگر حیات باشه برای شما باز حکایت میکنم. الحال وقتی ما انجام یافت میخواهم در حق یک چند برادرها دعا کنم. ملا ویس‌الدین یزگلانی و محمد شریف قرغنی که سیتی گفتگی در مسکو جای بود از همونجا یک مبلغ روان کردن که در مسجد صرف کنید و در حقمان دعا کنید. خدای مهربان سفرهاشون به خیر کند، عمرشون دراز گرداند. و یک برادر اینجا در منوچهر که اراده حج هم داشتن الحال و از ما دعا گرفتن و یک مبلغ پول زکاتشون هم برای آبادی مسجد آوردن که در حقم دعا کنید خدا سفرش به خیر و با برار کند، دولتش باز هم خداوند زیاده گرداند و از همه آفتها خداوند نگهش دارد. و دیگر برادرایی که صاحب زکات هستند توفیقشان دهد که امروز احتیاج داریم. امروز برای ما مبلغ لازم که آبادی مسجد ما سرعتش تیزتر شود. خب امینه دختری شیخ کمال 3 کرپچه آوردن دعا کنید گفتند. خداوند بابای شیخ کمال هم همه ما و شما میشناختیم، نان آب او را همه این مردم ما و شما خورد. خدای مهربان روحش شاد و قبرش را پرنور کند. همه اولاد اجدادی که از او گذشته است خدا رحمت و مغفرتشان کند و خداوند باقی مانده فرزندهایی که الحال دارد توفیق و هدایت خدا نصیبشان کند. خب فرزند اکای نور محمد نور احمد حسن از چرمگرای پایان یک مبلغ دادن که در حق پدرش دعا کنیم و برادر تاجدین در حق فرزندانش حبیب الله و حمزه دعا کنید گفتند و یک خواهر در حقم گفته است دعا کنید. 2 برادر بهرام و رحیم بررسی سفر دارند دعا کنید گفتند. یک برادر 30 دانه استرپیل آورده است در حقش دعا کنید گفتند.